زمیر کابلوف، نماینده ویژه مسکو برای افغانستان، اعلام کرده است که این کشور به زودی طالبان را از فهرست سازمان‌های حراس افغان خارج خواهد کرد. این تصمیم در بالاترین سطح سیاسی روسیه اتخاذ شده است. تصمیم روسیه برای خارج کردن طالبان از فهرست سازمان‌های حراس افغان به گفته زمیر کابلوف، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان، در بالاترین سطح سیاسی این کشور اتخاذ شده است. این اقدام میتواند گامی مهم در روابط میان روسیه و طالبان باشد و نشان دهنده تغییر نگرش مسکو نسبت به این گروه به عنوان یک بازیگر اصلی در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی و تسلط طالبان بر این کشور است. روسیه تاکنون طالبان را به عنوان یک گروه حراس افغان می شناخت، اما در سالهای اخیر تماسهای رسمی میان دو طرف برقرار شده است که به نظر می رسد به تدریج در جهت رسمیت بخشیدن به این گروه از سوی مسکو پیش می رود. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، اعلام کرده است که روسیه به زودی طالبان را از فهرست سازمان‌های حراس افغان خارج خواهد کرد. این تصمیم در بالاترین سطح سیاسی روسیه گرفته شده است. چنین اقدامی میتواند گامی مهم در روابط روسیه با طالبان و همچنین تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و بین المللی مرتبط با افغانستان باشد. روسیه پیش از این نیز با طالبان روابط دیپلماتیک داشته و از این گروه به عنوان بخشی از واقعیت سیاسی افغانستان یاد کرده است. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، در یک نشست خبری پس از ششمین نشست فرمت مسکو اعلام کرد که روند حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های حراس افغان روسیه در مراحل پایانی است. کابلوف گفته است این تصمیم در بالاترین سطح دولت روسیه گرفته شده، اما اجرای آن به طی مراحل قانونی نیاز دارد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز در جریان سخنرانی خود در نشست فرمت مسکو اظهار داشته است که حفظ گفتگوهای عملگرایانه میان مسکو و طالبان ضروری است. در همین حال، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، با استقبال از این اظهارات تاکید کرده است که خواهان گام‌های مؤثر در این زمینه می باشد. لاوروف همچنین خاطر نشان کرده است که بدون همکاری طالبان برای رسیدگی به چالش‌های افغانستان ناممکن خواهد بود. او افزوده است مسکو به مسیر خود در توسعه روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی با طالبان ادامه خواهد داد. از سوی هم متقی اذعان کرده است که در امر مبارزه با داعش همکاری کشورهای منطقه ضروری است و ادعا کرده است که داعش در خارج از مرزهای افغانستان مراکز آموزشی ایجاد کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ماه جولای گفته بود که طالبان در امر مبارزه با تروریسم متحد است. آقای کابلوف پیش از ششمین نشست فرمت مسکو گفت که این تصمیم در بالاترین سطح اتخاذ شده است. روسیه پس از سقوط افغانستان در سال 2021 به تدریج با طالبان روابط برقرار کرد، اما همچنان طالبان را به صورت رسمی به عنوان گروه ممنوعه در روسیه به رسمیت می شناسد.